زن شخصیتی که همش پس سر کرده است، تو را اختیار کردگی است، از پدر او گردانده، از مادر او گردانده است، به این حیاتی پر از رنج مشقتی تو تسلیم شده است. 20 سال شد میگه من رنج عذاب کشیده ایستادم. چی بدبختی هست؟ برادری عزیز بزرگوار، خواهری من و شما را، اپای من و شما را چنین کنند، چی حالت به بالامون میاد؟ شخصیتی که امروز از ظلم میکنی، میزنی، جبرش میکنی، اگر خواهر تا چنین کنند چقدر سختت میرسه؟ همون خواهر یک شخصیت است، همون اپا یک شخصیت است، همون فرزند یک شخصیت است. من روزای گذشته گفتم این مردم دخترهاشو در کوچه نماندن که یعنی به شما را بتیان که یک بی صاحب مانده است. این مردم این خسر و خشتامن ما را باور میکنن که همچون فرزند قبول میکنن، دختراش نه همچون امانت میتین. حتی روایت از پیغمبر بزرگوار گفتن اینها امانت های خدا هستند در شما.